هر روز که اینجا یک نفر جدید در مسجد ما میاد که ما نماز بخوانیم، کدام نه نماز خوانده شما پیشین؟ نه دیگر است. چی میگی تو؟ در کل عمر این مردم دیگر در وقتی خوانده که افتو در نوکی کوی پغمان در حالت غروب است. آنی نماز خواندن دیگر بری از یاد این وقتی اول چی معلوم میشه؟ ناشنا معلوم میشه. معلوم میشه. خونده شود. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میگه بین کل آذانین صلاتون، در بین هر دو آذان مراد یک آذان اقامت است، در بین آذان اقامت نماز است. بعضی نمازها خود سنت رواتب داره، مؤکد داره که ما شما میخوانیم. نماز صبح، پیشین، خفتن بعد از خفتن بعد از نماز است، یعنی صبح. اما بعضی نمازها پیش از نماز فرض دیگه نماز نداره، سنت رواتب یا مؤکد نداره. نماز شام آذان که داده شود لا اقل غیر از او اگر کسی نمازم نخوانه اینقدر فرصت داده شود که یک آدم بعد از شنیدن آذان وضو بتانه و در جماعت شریک شده بتانه. متصل قطعا نامده، وقت داده شود. در عربستان سعودی وقتی که آذان شام داده میشه بجز از مؤذن در مسجد یک نفر دیگه دیده نمیشه. پس از اینکه آذان خلاص میشه باز میبینی که از خانه ها مردم آمده رویست 15 دقیقه فکس وقت تیر میشه، بعد از او اقامه جماعت میشه. صحابه میفرماید که ما وقتی آذان شام داده میشد مردم 2 رکعت نفل میخواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده که نماز خوانده شود لیکن اختیاری. گفت وقتی که آدمی غریب مسافر داخل میشد فکر میکرد که نماز شام خوانده شده، از دستی که زیاد خوانده میشد. یعنی صحابه هر کدام نماز 2 رکعت نفل میخواندن. یبتدرون السواریه، خود در دیوالا نزدیک میکرد، در ستره نزدیک میکرد. ما کلان مردم هستیم بیایم اونجا در صف پشتی سر استاد بشیم. سنت نوافل هر وقت که نماز میخواندی به دیوال، به یک ستره، به یک چیز خود نزدیک کن. امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در این حکمت بزرگ است. اما به پیش مردم این نماز کدام نماز است؟ غریب و ناشناست. نماز جمعه تان ناشنا نیست. با مجردی که میایم کسانی که امروز شما جدید می از پیشتان سوال نمیکنن. اینجا خو سنت خوانده نشد.